حاضر همه چیزی بهتون قرصک نمیده. بهترین چیز فقط شکرگزاری کردن. همین سحر میخیزیم چشمام میبینن، دستام کار میکنن، نفس میکشیم، همین فقط خدا با شکر کردن کن. این میلیاردر، این میلیونر، من بهتون گفتم نکن، همین خدای دادگیشون فقط شکر کردن کن. فقط صحت سلامت باشه، همین خیزیم هم جامو صحت سلامت کار کنیم، همین خدا با شکر بایگری همون چیز. یا دیگر احتیاط کنیم زندگی بر، یا دیگر همین خبرگیری کرده استیم فقط زندگی بر. بعد مردن یگان چی دکار نه. این چیزای شما ناز منوتان رو بعد همین سردم گفته دادم، فقط خرسان شده گردیم تمام، دیگه هیچی نه. پدر مادر در زنده بودن احترام کنیم. بعد که مردن بعد نامی مادر میگذاریم، بعد نامی پدر، ای دادو جان و ای مادر جان میگیم، فرزندای خودمون که نامگذاری کردیم. چیزی که هست، چیزی که باید باشد، ما در زندگی دیدیم. پدر خور کردن، مادر خور کردن و دیدیم با چشم ما. بعد که مردن بعد نامگذاری میکنن، ای دادا جان، ای بی جان، یا هر چی شود در زندگی یک عذاب است. بیزنی خوب آدم چه خیلی که خیرات میکنن راستی در حیات دیدیم. با قدری باید ما نه فقط مقصد زن فقط تحقیر کنیم. زن این مادر است، ما و شما به دنیا آورد. ما باید زن چند قدر میتونیم احترام کنیم، اگر زنی خوب باشد. البته که زنی بد این از شیطان هم بدتر است. خدا از زنی بد ما رو قصر زری به زنی خوب کلبه بیرانه است. در بیابان بهر مرد آغوش زن کاشانه است. وقتی هر مردی نکو در زندگانی این زن است. زندگی گر زن نباشد مرد را غمخانه است. زن ببخشد مرد را شیرینی های زندگی، زن ببخشد مرد را شیرینی های زندگی. هر که قدری زن نداند از خیرت بیگانه است. السلام علیکم هموطنان عزیز، پدران و مادران، برادران و خواهران گرامی قدر. با شما هستم حسین نوریدینوف از کانال ما و شما، کانال فکر شما. دوستای عزیز، تماشابینان عزیز، پادپیشکان گرامی قدر، راستی در فیسبوک، یعنی در فیسبوک هم هستن اون برادر عزیز ما، در یوتیوب هم هستن. من کانال اکای زوبید رو کانال ورزی منا رو در ادپیسانیا در کامنتاری ذکر میکنم. دوستای عزیز، بیزت در اومده این برادر عزیز دستگیری کنید، انشالله دستگیری کنید دوستای عزیز. و آدم باز نوارای انشالله زیادتر میکنن و در خدمت ما و شما هستم. راستی وقتی من اون شخصیت رو تماشا کردم راحت کردم. باور کنید در 4 مصرع دل جگر این حیات برای ما قرائت کردن. دوستای عزیز، امروز موضوع ما، یعنی همه برادر گپ زدن، راستی الهام من خیلی با این موضوع بیشتر شد. من میخواستم یک روز در همین برنامه در همین بابت گپ زنم، راستی همین کتی وقت نشد. من راستی همین برادر همین تماشا کردم، کانال ورزی منا را راحت کردم. باور کنید میگویند من نوارشون در خیلی که تماشا کرده اومده. دوستای عزیز، در اولی نوار در این دنیایی که مقصد یک قصر داریم، بایگری داریم، باور کنید به زنی خوب این یک دوزخی همین زمان است، یک عذاب است به زنی خوب. آدم چه خیلی که خیرات میکنن راستی در حیات دیدیم. و قدری باید ما نه فقط مقصد زن فقط تحقیر کنیم. زن این مادر است، ما و شما به دنیا آورد. ما باید زن چند قدر میتونیم احترام کنیم، اگر زنی خوب باشد. البته که زنی بد این از شیطان هم بدتر است. خدا از زنی بد ما رو نگه دارد. من در فرصتی مناسب استفاده برده همه برادرای تماشابینای دعوت میکنم. از من خوردای، از من کلونای من حق ندارم مقصد نصیحت کردن. بعضی از من موقع زیادتر دانن. باید ما زن، مادر، پدر مادر در زنده بودن احترام کنیم. بعد که مردن بعد نامی مادر میگذاریم، بعد نامی پدر، ای دادا جان و ای
مادرجان میگیم، فرزندای خودمونه که نامگذاری کردیم. چیزی که هست، چیزی که باید باشد ما در زندگی دیدیم. پدر خور کردن، مادر خور کردن و دیدیم با چشم ما. بعد که مردن بعد نامگذاری میکنن ای دادا جان، ای بیبی جان، یا هر چی شود در زندگی. باید برداشته نصیحت تو چی کردن در زندگی. بعد که مرد و بیچاره پروا ندارد و فقط به دعای فاتحه شما انتظار هست. و قبروی ریمون کردن و سنگ مرمر ماندن و گیره و ناله و چله و بیست و تم صد و یا فایده ندارد. فقط یک دعای فاتحه، فقط ختم قرآن برای باید فایده است. و نام گذاشتنتون هم فایده ندارد. نام گذاشته بعد دادا جان هم گفته. هر چی شود در زندگی احترام کنیم مادر پدر. هر چی شود در زندگی. زنای هم مثال، بعضی زنها هستن شوهر حرمت نمیکنن راستی. هر چی که هست بعد که مردک خانه که برآمد رو از جبر زنه بعد گیره ناله. دیدیم حیات با که زنایی که شوهرها شاید تا کوچه های سر کردن حاضی ناله گیره و عذاب دارن. مثال برادر عزیز، به قدری شوهر به قدری زن رسد، زن به قدری شوهر. این دنیای دو روزه است. ما باید به قدر یکدیگر رسیم، یکدیگر حرمت و احترام کنیم. یک فکر کرده بریم ما امروز هستیم پگاه نه، باید یکدیگر حرمت کنیم، عزت کنیم تا میتوانیم به قدر یکدیگر رسیم، دعاگوی یکدیگر باشیم. اگر تانیم یاردم کنیم، نتونیم با سخن، با لفظ شیرین، با گپ ما میتونیم که یکدیگر را کنیم که برادر انشالله همش خوب میشه. دوستای عزیز، گپ دراز نمیکنیم. ما باید هر چی کنیم باید در زندگی کنیم. بعد که مردن ناله و گریه و فایده نداره. به قدر پدر مادر رسیم، به قدر زنا ما رسیم، به قدر زنا به قدر شوهرها رسن. دخترها حرکت کنید به شوهر، برای شوهراتون حرمت کنید. التماس شوهر حرمت کنید. شوهر یک شخصیتی که من نمیدونم که همه خیلی باشن. البته که یک شما سخنی ملایم گوید یک شوهر شپاتی نمیزند و هر روز احترامی نسبت به شوهر کنید، شوهر هم نسبت به شما احترام میکند انشاءالله. خدا برای راست هدایت کند اون زنایی که عقلشو کم است، مثال حرمت نمیکنن، اون مردایی که به قدر زن نمیرسن و یا هم خداوند برای راست هدایت کند. خداوند همه ما را در آفتهای زمین آسمانی نگه دارد. در حق وطن مادر دعاگو باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.